در طول 33 سال صاحب استقلالی کشور در همه شهر و نواحی مملکت اوج کارهای بنیادکاری و سازندگی مرام تازه پیدا نموده، زینه به زینه شرایط و امکانیت اهالی در محل بهتر و خوبتر گردیده ایستاده است. با مقصد سزاوار استقبال نمودن جشن عمومی ملی 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه وخش یک قطار انشاءات ساخته شده، سیمای ناحیه دیگرگون گردیده است. اکثریت انشاءات در حدود جماعت و شهرک دهات رفته ایستاده است. از قبیل سیمخانه‌های ایلوگی تا مکتبی، کودکستان، تعمیر راه‌ها، پل‌ها و غیره ها رفته ایستاده. در مرکز ناحیه وخش از قبیل بیناهای بلندشانه و نقشه گرفته شده با مرام ادامه دارد. در برابر بنیاد گردیدن انشاءات‌های خوش‌طرح و زمانوی با تعمیر و نگهداری راه‌ها توجه خاص روانه گردیده. در 3 ماه اول سال جاری 5 عدد پل ماشین‌گذر و 11 کیلومتر راه‌های بین محل‌ها با دستگیری صاحبکاران و مبلغ‌گذاری وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت محلی تعمیر و نوسازی گردیده است. در توازن مؤسسه دولتی نگهداری اتومبیل‌گر ناحیه وخش زیاده از 242 کیلومتر راه‌های عموم موجود میباشد. این هم باشد 70 کیلومتر راه‌های اهمیت جمهوری و باقی مانده 172 کیلومتر راه‌های اهمیت محلی داشته میباشد. این چنین 51 عدد پل به درازی 830 متر میباشد. در 4 ماه سال سپری شده یعنی سال 2025 با دستگیری وزارت نقلیات زیاده از 10 تن موم مایع جدا کرده شد که ما توانستیم در نوبت خود یکم درجه آمیخته سیاه تیار کرده در راه‌های اهمیت جمهوری تعمیر جاری را گذاریم. این چنین در این دوره در این 4 ماه با دستگیری مقامات قرار 639 زیاده از 100,000 سومانی مبلغ جدا کرده شد که قسما اسفالت گرم خریده شد و قسما موم وارد کرده شد که ما میتوانیم در آینده راه‌های محلی خود را از تعمیر برانیم. در ساحه تندرستی ناحیه یک زمره کارهای بنیادکاری و سازندگی مرام تازه پیدا نموده. در همه جماعت‌های شهرک و دهات بنگاه‌های طبی و مرکزهای سلامتی با بهترین شرایط طبی نوسازی گردیده است. در حدود ناحیه وخش 10 تا مرکز سلامتی پورا تعمیر کلی گذرانده و تجهیزات شد. از آن جمله ساختمان اساسی بینای مرکزی مرکز سلامتی ناحیه وخش ساخته به استفاده داده می شود. در نقشه است که 3 مرکز سلامتی ناحیه وخش پورا تعمیر کرده شود. در بیمارخانه مرکزی ناحیه یک قطار کارهای عبودانی به انجام رساندند. همه شعبه‌ها از تعمیر کاپیتالی برآورده شدند و اینچنین در این سال در شعبه جراحی یک عدد دستگاه ویدیو اندوجراحی آورده شد و در روزهای نزدیک به کار شروع میکند. این یکی از پیشروی‌های ما میباشد. در هر یک جماعت‌های شهرک دهات بیمارخانه‌های منطقوی فعالیت میکنند و در همونجا هر یک اهالی دهات در همونجا با معاینه فرا گرفته شدند و بیمارخانه‌های منطقوی نیز در عموم و شرایط خوب قرار دارد. در فراورد تذکر دادن به مورد است که همه انشاءات‌های ساخته شونده موافق به مطلب راه اندازی گردیده با صفت بلند به استفاده داده می شوند. بنیامین شریف‌زاده، سلیمان سعیدزاده، دلیر غایب برای برنامه اطلاعاتی خبر از ناحیه وخش.